العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. وأما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يغضب بغضب فاطمة ويرضى برضاها. جهت خوشنودی ارواح شهدای دیگری کربلا بلغ سالار شهدا ابا عبدالله حسین صلوات. جهت خوشنودی پیامبر نور رحمت رسول اکرم و برای خوشنودی مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و برای خوشنودی صدیقه شهیدان فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات. اولا سال روز شهادت صدیقه شهیدان فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضری مولانا صاحب العصر و الزمان و ثانیا خدمت شما شیعیان و محبینان حضرت عرض تسلیت می‌دارم و این شک چند دقیقه مختصری را خدمت شما سروران عزیز نکات را پیرامون فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان می‌دارم. فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیت بسیار بالایی دارد، بسیار شخصیت بالایی دارد. فاطمه زهرا سلام الله علیها از ظرفیت ما نیست که بیاییم درباره فاطمه زهرا حرف بزنیم و فاطمه زهرا را تعریف بکنیم یا قاعده کلی ما داریم: معرف همیشه اجراتری از معرف باشد. انسان اگر میخواهد یک کسی را تعریف بکنه باید از مقام علمی و از هر نگاه از او بالاتر باشد. اما ما کجا و بیبی عالم فاطمه زهرا کجا؟ ما به خاک پای فاطمه زهرا هم رسیده نمی‌توانیم. اما قدری از فضایل زهرای مرضیه را که بیان می‌داریم گرفته شده از آیات و روایات است. باید خدای فاطمه بیاید زهرای مرضیه را تعریف بکند، پدر فاطمه پیغمبر بیاید زهرای مرضیه را تعریف بکند، ائمه معصومین امیر المؤمنین بیاید فاطمه زهرا را تعریف بکند و الا دیگر ظرفیت ما نیست که بیاییم فاطمه زهرا را تعریف بکنیم. در یک حدیث قدسی خداوند عالم به پیغمبر میگه: لولاک لما خلقت الافلاک. ای پیغمبر من، اگر تو نبودی افلاک نبود، عالم هستی که ما امروز در اینجا زندگی میکنیم. پیغمبر میگه اگر تو نبودی این عالم نبود، هستی نبود، تمام مخلوقات دیگر رو مخلوق نمی‌کردن. و در ادامه حدیث خداوند عالم در حدیث قدسی میگه: ولولا علی لما خلقت. اگر علی نبودی من تو را خلق نمی‌کردم. همینجا در بعد از این هم خداوند عالم در باره زهرا میگه: ولولا فاطمه لخلقتکما لا خلقت. اگر زهرای مرضیه نبودی، اگر فاطمه نبودی، نه توی پیغمبر را و نه علی را خلق می‌کردم. این نشانگر مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. آنقدر این بانوی دارند، آنقدر مقام بالا دارد که خداوند میگه اگر فاطمه نبودی ای پیغمبر نه تو را خلق می‌کردم و نه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب را خلق می‌کردم. این مقام و جایگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و یک حدیث دیگری را پیغمبر درباره حضرت فاطمه زهرا میگه: ان الله یغضب بغضب فاطمه و یرضی برضاها. یعنی خوشنودی پیغمبر خدا، رضایت خدا و رضایت زهرای مرضیه است. غضب خدا و غضب فاطمه است.
ما کوشش بکنیم زهرای مریه را خود راضی بکنیم. در مجالس عزاداری که برای حضرت فاطمه زهرا بنا میشن شرکت بکنیم و باید فاطمه زهرا را از خود راضی بکنیم، چون اگر بخواهیم خدا را راضی بکنیم رضایت خدا بستگی به رضایت فاطمه زهرا دارد. اگر هر قدر اعمال انجام بدیم، نماز بخوانیم، روزه بگیریم، صدقه بدیم، اما فاطمه زهرا از ما ناراضی باشد خدا از ما راضی نیست. و کوشش و تلاش بدی داشته باشیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها از ما ناراضی نشد. اگر فاطمه زهرا بر ما رضایت بکند خدا بر ما رضایت میکند. فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار مقام بالایی دارد. فاطمه زهرا قدر مقام دارد که امام حسن عسکری علیه السلام 11مین اختر تابناک امامت و ولایت قرآن ناطق درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها میگه نحن حجة الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجة علینا. ما اهل بیت، ما ائمه معصومین، ما قرآن‌های ناطق، ما امام‌ها حجت خدا بر مردم هستیم، حجت خدا بر خلق مردم هستیم. باید خلق خدا استا و رکوع و نمایش را ما انتخاب بکنند و از ما مطابقت پیروی بکنند. اما درباره مادر زهرا چی میگه؟ و جدتنا فاطمه حجت علینا، و مادر ما فاطمه حجت بر ما است. این قرآن ناطق میگه، این امام معصوم میگه، این کسی میگوید که قرآن ناطق و حجت خدا در زمینه. امام حسن عسکری علیه السلام میگه که حجت ما فاطمه زهراست و جدتنا فاطمه حجت علینا. این اسوه و الگوی ما ائمه معصومین، اسوه و الگوی ما امامان معصوم مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یک روزی یک از شاگردان امام صادق علیه السلام خدمت امام صادق آمد. چند روزی نتوانسته بود خدمت امام صادق علیه السلام بیاید. وقتی خدمت امام صادق علیه السلام آمد، امام صادق فرمود فلانی کجا بودی در این مدت؟ فرمود که یک رسول الله یک دختری در خانه ما به دنیا آمد، مصروف بودم نتوانستم بیایم. امام صادق علیه السلام فرمود که اسم این دختر را چی گذاشتی؟ فلانی او شاگرد امام صادق علیه السلام فرمود که یا رسول الله اسمش را فاطمه گذاشتم. میگه وقتی که امام صادق علیه السلام اسم مادرشان زهرا را شنید هی میگه فاطمه فاطمه فاطمه، یعنی اسم دختر را فاطمه گذاشتی، دیگر سلی به صورت رو نزنی، دیگر دختر رو اذیت نکنی، چون مادر ما فاطمه را سلی زدن، چون مادر ما فاطمه را اذیت کردن، دیگر دخترت را که فاطمه نام بدی اذیت نکنی. این از مقام و جایگاه زهرای مرضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها و از این بیشتر باهی را آغاز شما نمیشنم بر محمد و محمد صلی الله علیه و